نوک‌گیری کنه و جلو موامو کوتاه کنم. بریم مامان، خسته نباش، بریم. مامان پاستا میخوام. گفتم باشه سری ازت چیزی شده. از کوتاهی جلو موام. سلام بچه، چطوری؟ امیدوارم که خوب و سلامت باشین. خیلی خوش اومدین به یه ولاگ دیگه با من. قراره توی این ولاگ از روزمرگی و روزهایی که خیلی شلوغم و کار دارم واسهتون ولاگ بگیرم. ساعت 10 صبح آرش کلاس داشت، بردمش کلاس زبان. الان اومدم نزدیک ساعت 1 و خیلی هم گرسنمه. خدا رو شکر از نهار دیروز یه مقداری خورش فسنجون باقی مون، گذاشتمش واسه یه نهار امروز آرش. و مامانم دیروز للک یا همون گمنه بلغور گندم درست کرده بود با خورش بادمجون برام گذاشت و اونم گذاشتم برای نهار امروز خودم. دیگه من دیشب نهار درست نکردم برای امروز. برم نهار گرم کنم، نهار بخورم، استراحت کنم و بعد از اون دوباره آرش ببرم کلاس. قبل از اونم قبل از که آرش ببرم کلاس قراره خواهرم بیاد خونه موامو نوک‌گیری کنه و جلو موامو کوتاه کنم. امیدوارم که بهمم بیاد. بریم که ولاگو شروع کنیم.
خسته نباش بریم. خب بالاخره بعد از کلی تو ترافیک بودن رسیدم خونه. برای آرش میخوام پاستا درست کنم. گفت مامان پاستا میخوام. گفتم باشه. سری گفتم براش پاستا درست کنم ولی قارچ ندارم. گفتم فقط با مرغ تنها درست میکنم. برای سس پاستا که رو توی کابه میریزم. دو حبه سیر رو داخلش رنده میکنم. سیر رو داخل کره تپ میدم یه کوچولو. سیرا که تپ داده شدن مرغم رو بهش اضافه میکنم. البته اگه قارچ داشته باشیم اول قارچ اضافه میکنیم، تفت میدیم و بعد قارچ رو جدا میکنیم و بعدش مرغ رو اضافه میکنیم. ولی چون من قارچ نداشتم دیگه مرغم رو با سیر سرخ میکنم. بچه چون میخوام زود آماده شه به جای پیاز از پودر پیاز استفاده میکنم. تاوه رو عوض میکنم چون جاش کمه. مرغمون پخته شده. خامه رو بهش اضافه میکنم. مقداری هم شیر. پاستا هم بهش اضافه میکنم. پنیر رو بهش اضافه میکنم. به قول محمد وقتی غذاهای سه سوته درست میکنم خیلی خوشمزه میشن. درسته قارچ نداره ولی همینجور سادهش هم خوشمزه است. عجب چیزی شد بچه.
خب بچه اینم از کوتاهی جلو موام، پشتشم نوگیری کردم. خودم که خیلی دوستش دارم. شما نظرتون چیه؟ به هم میاد نمیاد؟ برام کامنت کنید و من خودم که حسابی دوستش دارم.